خوش اومدید به میز ایران. من اردشیر طیبی هستم و در این پادکست آنچه که رسانه‌های بین‌المللی و اندیشکده‌ها و اتاق فکرهای دنیا درباره ایران می‌نویسن رو مرور می‌کنم و با شما به اشتراک می‌گذارم. در این قسمت 2 تحلیل مختلف رو براتون انتخاب کردم. اولی از مؤسسه‌ای در واشنگتن که به تبعات احتمالی عدم مداخله نظامی آمریکا در ایران می‌پردازه و پیامدهاش رو بررسی می‌کنه. دومی یادداشتیه که در یک رسانه آلمانی منتشر شده و نویسنده به نقش شاهزاده رضا پهلوی در گذار ایران به یک نظام دموکراتیک میپردازه و از سازش دشواری که پیش روی اپوزیسیون ایران هست صحبت میکنه. مطلب اول یادداشت تحلیلیه که در وبسایت انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک منتشر شده. این مؤسسه پژوهش‌هایی درباره ایران، اسرائیل و کشورهای عربی منطقه انجام میده و کارشناساش اغلب در جلسات کنگره هم حاضر میشن و صداشون به قولی در واشنگتن خوب شنیده میشه. نویسنده این مطلب آقای پاتریک کلاوسونه که مدیر برنامه ایران در انستیتو واشنگتن هم هست و ایشون در تحلیل خودش به بررسی پیامدهای احتمالی خودداری ایالات متحده از اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی میپردازه. به نوشته آقای کلاوسون، در حالی که واشنگتن باور داره که در جنگ 12 روزه اخیر یک فاجعه تمام عیار برای جمهوری اسلامی رخ داده، همزمان پیام‌هایی از متحدان منطقه‌ای خودش هم دریافت میکنه که حاکی از اینه که اونها همچنان نسبت به توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی به ویژه در حوزه موشکی هراس دارن. جانمایه تحلیل آقای کلاوسون هم همینجاست و میگه در این وضعیت اگر دونالد ترامپ بعد از هفته‌ها تهدید و لشکرکشی و این چیزها دست به حمله نزنه، این موضوع میتونه برای جمهوری اسلامی به مثابه یک پیروزی استراتژی النصر بالرعب به خودش تلقی بشه و تهران به نوعی پاداش این هراس افکنیش در منطقه رو خواهد گرفت و گمان خواهد کرد که توانایی ایجاد ترس در دل سایر دولت‌های منطقه در خلیج فارس رو داره. نکته جالب دیگه‌ای که نویسنده این تحلیل در انستیتو واشنگتن بهش اشاره میکنه اینه که ظاهراً جمهوری اسلامی احساس میکنه ذخایر موشکیش بهتر از ذخایر سامانه‌های ضد موشکی آمریکا و اسرائیل دوام آورده. این در حالیه که به گفته آقای کلاوسون 80% سامانه‌های پدافندی جمهوری اسلامی و 2/3 پرتابگرهای موشکش نابود شدن. اما احتمالاً همچنان نیمی از موشک‌های بالیستیکی که امکان رسیدن به اسرائیل رو دارن حفظ شده و علاوه بر این موشک‌های کوتاه‌بردی هم هستند که اگرچه به اسرائیل نمیرسن اما میتونن اهدافی رو در کشورهای همسایه بزنن. از طرف دیگه آنچنان که در این مطلب تحلیلی اومده، آمریکا و متحدانش در طی جنگ 12 روزه بین 100 تا 150 تا از موشک‌های رهگیر سامانه تاد رو شلیک کردند که این هم رقم قابل توجهیه. باید در نظر داشت که کل موجودی جهانی موشک‌های تاد بین 500 تا 600 فرونده و تولید سالانه‌شون هم بسیار کنده و سالی 10-12 تا بیشتر از اینا تولید نمیشه. از طرف دیگه پنتاگون بارها هم هشدار داده که ذخایر موشک‌های پاتریوت آمریکا هم بسیار کمتر از میزان لازم برای دفاع در برابر تهدیدهای کنونی در جهانه. در مورد ذخایر موشکی اسرائیل اطلاعاتی در دست نیست، اما برآوردها هم در ارتباط با اسرائیل هم حاکی از اینه که ذخایر اسرائیل هم نسبت به پیش از جنگ 12 روزه به طرز قابل توجهی کاهش پیدا کرده. خلاصه که نویسنده میگه این عدم توازن باعث شده تهران با وجود خسارت سنگینی که بهش وارد شده تاباوری بیشتری در مقابل تهدیدهای فعلی داشته باشه. بخش پایانی این تحلیل به پیامدهای احتمالی عقب نشینی آمریکا در برابر افکار عمومی داخل ایران میپردازه و پاتریک کلاوسون تأکید میکنه که بزرگترین قربانی این انفعال احتمالی آمریکا مردم ایران خواهند بود. او به پیام‌های ترامپ در اوج سرکوب‌های خونین 18 و 19 دی اشاره میکنه که گفته بود کمک در راهه و میگه اگر آمریکا بعد از این همه وعده هیچ اقدامی نکنه، مردم ایران دچار سرخوردگی عمیقی میشن.
کلاسون میگه برخی مفسران غربی این وضعیت رو با سال 1991 و تشویق ضمنی عراقی‌ها به قیام علیه صدام یا سال 1956 و تشویق غیر مستقیم مجارها به مقاومت برابر اشغال شوروی مقایسه میکنن. اما به گفته آقای کلاسون این وضعیت در ارتباط با ایرانی‌ها رو باید با سال 1388 مقایسه کرد، زمانی که سکوت آمریکا در برابر سرکوب جنبش سبز معترضان ایرانی رو از حمایت آمریکا ناامید کرد. او هشدار میده که در این صورت رژیم تهران هم بی تردید این عدم اقدام رو دلیلی بر پذیرش مشروعیت جمهوری اسلامی از سوی آمریکا جلوه خواهد داد. اما با وجود همه هشدارهایی که در تحلیل آقای کلاسون هست، ایشون در پایان یک جمع‌بندی جالبی میکنه. میگه که اگر به هر حال مشاوران دونالد ترامپ در نهایت به این نتیجه برسن که در شرایط کنونی یک حمله نظامی به جمهوری اسلامی دستاورد چندانی نخواهد داشت، بهتره که هزینه‌های اعتباری حمله نکردن رو بپذیرن در مقایسه با اینکه تصمیم بگیرن یک حمله کم اثر رو انجام بدن. او میگه این به هر حال به نوعی نتیجه این لفاظی‌های شخص دونالد ترامپ و حالا دولت او رو در موقعیتی قرار داده که قبلا باراک اوباما در سال 2013 و 2015 با خط قرمزهایی که برای سوریه کشیده بود در اون گرفتار شده بود. خب این از مطلب اول. بریم به سراغ مطلب دوم که تحلیلیه که در روزنامه آلمانی دی ولت منتشر شده و این تحلیل عنوانش هست رضا پهلوی تسهیلگر گذار. نویسنده این یادداشت خانم زینب المسرار، نویسنده آلمانی مراکشی، با اشاره به افزایش اقبال عمومی به شاهزاده رضا پهلوی در داخل ایران نقش احتمالی او رو با جایگاه خوان کارلوس اول در دوران گذار اسپانیا مقایسه میکنه، در دوران گذاری که اسپانیا از دیکتاتوری ژنرال فرانکو به دموکراسی فعلی داشت. برای اونهایی که شاید کمتر با تاریخ اسپانیا آشنا باشن، خوان کارلوس پادشاهی بود که بعد از مرگ دیکتاتور معروف اسپانیا ژنرال فرانکو به قدرت رسید. فرانکو خودش خوان کارلوس رو به نوعی زیر پر و بال خودش تربیت کرده بود تا راهش رو ادامه بده. اما وقتی کارلوس شاه شد، به جای اینکه دیکتاتوری رو ادامه بده، قدرت خودش رو محدود کرد و احزاب رو آزاد کرد و شد پدر دموکراسی در اسپانیا. به باور خانم المسرار، همونطور که پادشاه اسپانیا تونست با محدود کردن قدرت خودش دموکراسی رو برای کشورش برمقام بیاره، رضا پهلوی هم میتونه به عنوان میانجی دوران گذار در ایران عمل بکنه. نویسنده دی ولت اول مطلب یک نقد تند و تیزی به رسانه‌های آلمانی و جریان چپ در اروپا میکنه و میگه که اینها دچار یک نقطه کوری در ارتباط با ایران هستند. وقتی میبینن که مردم داخل ایران شعار رضا شاه میدن یا از شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنن، تحلیلگرای غربی به گفته خانم المسرار سعی میکنن که این رو اینجوری بگن که این شعارها از سر ناچاری و استیصال مردمه، نه یک انتخاب آگاهانه از سوی اونها. خانم المسرار همچنین یادآوری میکنه که چپگرایان ایرانی در سال 1357 چنان تحت تأثیر تبلیغات شوروی قرار داشتند که ماهیت ارتجاعی جنبش مذهبی خمینی رو نادیده گرفتند و به اشتباه تصور کردند که اسلامگرایان متحدانی بالقوه برای اونها هستند. و این خطاییه که در نهایت منجر به حذف خود این چپ‌ها توسط حاکمان جدید در ایران شد. او با اشاره به این تجربه تاریخی مردم ایران به جنبش‌های چپ اروپایی و نهادهایی مثل بنیاد روزا لوکزامبورگ اشاره میکنه و میگه که اونها این نهادها با اصرار بر گفتگو با اسلامگرایان و نادیده گرفتن ساختارهای ضد پلورالیستی اونها دارن همون اشتباه چپ‌های ایرانی در سال 57 رو تکرار میکنن. تحلیلگر روزنامه دی ولت همچنین با اشاره به تکرار مکرر نقش غرب در سقوط دولت محمد مصدق در سال 32 که در رسانه‌های غربی مدام شنیده و تکرار میشه، میگه اگرچه دخالت سرویس‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا در سقوط دولت مصدق حقیقتی تاریخیه، اما این نتیجه گیری که تصور کنیم غرب با این کار دموکراسی رو از ایران حذف کرده و باعث روی کار اومدن جمهوری اسلامی شده، یک ساده انگاریه و این روایت در تمام این سالها
تنها برای توجیه نسبی‌گرایی در قبال استبداد مذهبی حاکم بر ایران و مخالفت با آلترناتیوهایی مثل رضا پهلوی به کار رفته و کسانی که رضا پهلوی رو رد می‌کنن به باور نویسنده این نکته رو نادیده می‌گیرن که اسلامگرایان نمیتونن یک گذار دموکراتیک رو ممکن کنن. با این استدلال زینب المسرار تأکید میکنه که برخلاف تصورهای رایج اصلاح طلبان در ایران هرگز آلترناتیوی واقعی برای جمهوری اسلامی نبوده و نیستند، چون اونها نه قدرت و نه اراده‌ای برای تغییر بنیادین ساختار مذهبی ایران دارند. در مقابل این اصلاح طلبان در داخل حکومت اسلامی رضا پهلوی قرار داره که بیرون از این سیستمه و مشروعیتش رو میشه در یک بستر سیاسی به بحث گذاشت. این چیزیه که برای اسلامگرایان داخل سیستم از نظر ساختاری اصلاً ممکن نیست، چون برای چنین کاری باید قدرت خودشون رو در واقع زیر سوال ببرن. اون میگه نادیده گرفتن این عدم تقارن یا رد اون با ساده سازی‌هایی مثل مخالفت با پادشاهی به طور کلی به معنای نادیده گرفتن واقعیت سیاسی امروز ایرانه. المسرار تصریح میکنه که پیشنهاد شاهزاده رضا پهلوی میانجیگریه و نه لزوماً بازگرداندن سلطنت به شیوه سنتی اون. المسرار در مقابل الگوی اسپانیا در 50 سال پیش رو یادآوری میکنه. در سال 1975 بعد از مرگ ژنرال فرانکو، جریان‌های چپ و کمونیست اسپانیا به شدت نسبت به خوان کارلوس که دست پرورده خود دیکتاتور بود بی‌اعتماد بودند. اما پادشاه جدید وقتی که به قدرت رسید، به جای تحکیم قدرت خودش راه دموکراسی رو باز کرد و مخالفان رو به رسمیت شناخت، احزاب مخالف رو آزاد گذاشت و قانون اساسی جدید رو پذیرفت که قدرتش رو محدود می‌کرد. چپ‌های اسپانیا با درک درستی که از شرایط داشتن دست به یک سازش تاریخی زدن تا گذار مسالمت‌آمیز ممکن بشه. در پایان این یادداشت تحلیلی هم نویسنده میگه دموکراسی‌ها نه در شرایط ایدئال و بی‌نقص بلکه از دل سازش‌های دشوار متولد میشن و او معتقده که همونطور که یک ولیعهد از دل یک نهاد پادشاهی میتونه بخشی از راه حل باشه، نیروهای چپ هم اگر مسئولانه عمل بکنن و از تاریخ درس بگیرن میتونن به موتور محرک دموکراسی تبدیل بشن. مشروط بر این که رسانه‌های غرب هم به جای نصیحت کردن مردم ایران صدای واقعی اونها رو بشنون. بسیار خوب، این هم از دو تحلیلی که امروز انتخاب کرده بودم برای مرور در پادکست میز ایران. من هر روز مطالب و تحلیل‌های بیشتری رو در کانال تلگرام میز ایران میگذارم و اگر مایل هستید ببینید رسانه‌ها و تحلیل‌های بین‌المللی راجع به ایران چی میگن، سری به این کانال تلگرام هم بزنید، بد نیست. اگر دوست داشتید مشترک اون هم بشید. لینک کانال تلگرام و منابع همین دوتا تحلیل اخیر رو هم میتونید در بخش توضیحات این قسمت در یوتیوب پیدا کنید. اگر آنچه که در این ویدیو شنیدید براتون مفید بوده، لطفاً مشترک کانال یوتیوب میز ایران هم بشید و اون رو برای دوستانی که سلیقه مشترکی با شما دارند هم بفرستید.